وضعیت تحولتون؟ مجردم دیگه. دوست دختر چی؟ به شما ربطی نداره. من یه دوربین مخفی خفگیری زد. آخرین درگیریتون آقای امین؟ میره خودکشی میکنه. من این خانم چرا جواب منو نمیده؟ مثلا من خودم از جن میترسم. عرض سلام و ادب و احترام. خیلی مخلصم، حامد تبریزی هم. مرسی که از کانال شخصی خودم منو نگاه میکنین. در کنار آقا مهدی امینی قرار یک ویدیویی بزنیم به این صورتی که آقا مهدی تبریزی پشت دوربین از ما سوالای کاملا شخصی میپرسه، سوالایی که شاید تا حالا جای ما جواب ندادیم و اینکه به نظر من برای شما جذابیت داشته باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم. من چشمو تازه عمل کردم، نورای اینجا چشمو اذیت میکنه. حالا اونایی که توی اینستاگرام دنبالم میکنن میدونن که چشمو عمل کردم به خاطر اینکه ضعیف بود. عمل چشمم لیزیک میگن. بله. لیزیک بود به خاطر ضعیف بودن چشام بود که عینک دیگه نزنم. بریم که داشته باشیم. آمدی حرفی سخنی؟ تاج سری. خیلی مخلصم. بریم که داشته باشیم. سلام، خیلی مخلصم. خیلی ممنون که ما رو از کانال حامد تبریزی دارین میبینید. خب اول از همه بپرسم ببینم یه بیوگرافی از خودتون آقای مهدی امینی. قربونتون برم. سلام، مهدی امینی ام، متولد 63 آذری هستم و همین دیگه. وضعیت تحولتون مجرد؟ بله. این همه جذابیت و فلان و بیسار اینا. دوست دختر چی؟ دوست دختر اصلا معنا نداره. یک عقاب همیشه تنهاست. بچه کجایی؟ کرج. اصلیتم ترک کرد. پدرم ترکه، مادرم کرد. مظلوم نشستی که تو هم سوال آره دیگه. حامد تبریزی متولد 72 هم. اصلا بهم نمیخوره میدونم، ولی 72 هم. یه زمانی من میگفتم مثلا 67 هم 66 هم توی محیطایی کار میکردم که همه سن بالا بودن، تو بازارا بودم دیگه و دوست داشتم سنمو بالاتر بگم که مثلا رفیقام نگم بچه‌ای و فلان، چون جثه‌م بزرگ بود دیگه. من 2 مترم، آقا مهدی هم 2 متره، من 2 مترم و اونایی که ما رو از نزدیک میبینن همیشه تعجب میکنن و میگن که این قدت بلنده فلان. مثلا من 2 مترم، 130 کیلو وزنمه. آقا مهدی از من ماشاءالله درشتره و اینکه آره من از اول درشت بودم و سنمو بالا میگفتم هیچ کی نمیگفت دروغه، ولی الانم که داشتم حساب میکردم میگم بهم نمیاد، الان 72 میشه 29 28 29 سال. یعنی الانم سن زیادی ها. من فکر کنم الان اینایی که میگی به بیوگرافی هم ربطی داره؟ نه ربط نداره. بله ببخشید. حامد تبریزی هستم، متولد 1372 34 1372، یعنی تیر ماهی ام. 30 تیر توم بگیم یه چیز بدی در میاد توش. و اینکه من زاده تبریز ترکم اصالتم با افتخار. دست نداشت تاش بخور. و اینکه من نوکر و اینکه مجردم دیگه. هنوز فکر کنم خودم هم نمیتونم نگه دارم، چه برسه به اینکه یک همسری برای خودم داشته باشم. زیدم به شما ربطی نداره. آی ماش. به شما ربطی نداره. شخصی. چه سوالایی بپرسیم ازت؟ بفهم. 3 تا صفت حامد تبریزی رو نام ببرید. با ادب، خوب، مرد. من نوکر. تاج سری. آیا حامد تبریزی 3 تا صفت آقای مهدی امینی؟ آقای امینی با ادب واقعا و اینکه خوشقوله و به نظرم خیلی آرومتر از چیزیه که خیلی ها فکرشو میکنن. خیلی آروم، ساکت، ملو. تو جمع اصلا صدا ازش در نمیاد، کلا سرش تو گوشیشه. خیلی مردی. صفت که 3 تا نداره، 1000 تا داره. عشق مشتی اصلا گله. من نوکردم. خب میریم سوالات شخصی رو ازتون بپرسیم که برای مردم شاید جالب باشه، شاید کسی ازتون نشنیده باشه و شاید هم دوست نداشته باشیم بگیم، ولی جلوی دوربین باید بازگو بشه. باید؟ بله باید. آقای امینی، اگه یه دونه قول چراغ جادو داشته باشی 3 تا آرزو بکنی، 3 تاش چیه؟ 3 تا. بله.
یکی که کل مردم سلامتی بدن، سلامتی پدر مادرم، خانوادم، سلامتی مردم ایران. همش منفی شد. پول آره زیاد. پول که در میاد. پول داریم. همش سلامتی. به حالا همین سوال برای آقای حامد تبریزی. من به نظرم خدا پدر مادر همه رو نگه داره، اونایی که از دنیا هم رفته خدا بیامرزه. به نظرم بهترین و خفن‌ترین ثروت آدم پدر مادرشه. من دوست دارم یه ازش چیز بگیرم، یه شربتی بگیرم بدم به پدر مادرم بخورن، جاویدان باشن همیشه و آره همیشه باشن، بعد جوون بشن، هم سن و سال اصلا خودم بشن. یادمون مثلا اون موقعی میافتم که مثلا من بچه بودم پدر مادرم جوون بود و دوست دارم دوباره مثلا اون اتفاق براشون بیفته. خب سلامتی یه نعمت بزرگیه که من آرزو میکنم واسه واقعا تمام مردم ایران، به خصوص الان که تو این وضعیت بیماریه انشالله همه سلامت باشه. من پول زیاد یکی از آرزوامه و آرزوی سومم اینه که پول زیاد باشه، اون بقیه‌اش هم اوکی میشه دیگه. یه دنیا رو بچرخم. من عاشق سفرم. به نظر من آره آدم دنیا رو بچرخه، یعنی یه 20 سال عمر داشته باشم، 20 سال فقط دنیا رو بچرخم. بله من نوکرم. بعد اینطوری رفته بود. آخرین کاری که برای اولین بار انجام دادی آقای حامد؟ یعنی چی؟ یعنی کاری که یه بار انجام دادی کلا. خب حالا چه خوب چه بد. با موتور سنگی 320 تا رفتم ماشاءالله دیگه. دست رو گذاشتم کنار. خب شما چی؟ من یه دوربین مخفی خفگیری زدم، اون به نظر من چیزی بود که دیگه نباید بزنم. خیلی خاطره شیرین و تلخیه. خیلی شیرین البته، اصلا هیچ تلخی من توش نمیبینم. عالی بود. آره دوربین مخفی خفگیری، ادیتور اینجا یه قسمتش اگه پیدا کرد بذار حتما. تای خوبی؟ بیا اینجا. ما تازه از زندان اومدیم، پول نداریم نهار بخوریم. داری 20 تومن به ما بدی بریم نهار چیزی بخوریم. کت بود گوشید کاتربلار، دست درد نکن. من 3 ماه از زندان در اومدم. بذار تو جیبه. داداش داری 100 تومن 200 تومن بدیم ما یه غذایی بخوریم؟ هیچ پول دارم. میخوای اونو میخوای؟ نه هر چی داری الان میخوام. به تور من خوردی الان. پادو ببینم. شما خواهشم بدید. گوشید من با تو رفاقتی تا کردم. من میتونستم یه تیر بزنم تو پات بعد بهم برو دیگه. اصلا بغضم میگیره وقتی میگه. باش سیم کارت هم میتونیم بدیم. داداش داری؟ همین رضا 5 دقیقه دیگه زنگ بزن کار داریم. من آدم خارم. من اگر حق انتخاب داشتین آقای امینی، اگر حق انتخاب داشتین دوست داشتین جای کدوم یکی از ببخشید البته جانور زمین باشین؟ شیر. کدوم شیر؟ همون دیگه شیر پاکتی. چرا؟ ذاتش خوبه. Boy altın heyecanım heyecanı yok. Yok. از شما نپرسیم. نپرسید. خب شما چی؟ اون چیز نهنگه نه؟ بهش میگن چی؟ همیشه خاص بود. آخر سر میرن خودشونو میکشن. والا. نه این بازیش هم در اومده بود خودکشی میکردن. نهنگ آبی. من دوست داشتم جای نهنگ آبی باشم. اسمشو نمیدونی چرا میخوای جاش باشی؟ چون عاشقانه است. وقتی گریه میکنه هیچکی اشکاشو نمیبینه و وقتی شکسته عشق میخوره ناراحت میشه. قورباغه هم همینه. آقا بذار آقا تو مجری تو جواب دارم میدن. چه مجری پررویی آقا الله. بعد آخر سر آقا مهدی خیلی جالبه، میره خودکشی میکنه، میره لب ساحل و خودشو میکشه. این آدم این چیز این نهنگه آدمه. این مجری حواس منو پرت میکنه. میگم این یه داستانه. نه واقعیته. میره خودکشی میکنه وقتی از عشقش مثلا تیر میخوره، با تیر میزنه عشقش، آره خیانت میکنه، میره واسه خودشو میکشه. به نظر من دوست داشتم جای اون باشم، خودمو نکشم. من آدم قویه و خودکشی کار آدمای ضعیف.
ذهن منو مشغول کرده اینه که آخرین درگیریتون، البته خیلی آدمای آروم و با اعصاب و مهربون و متینی هستید، آخرین درگیریتون آقای امینی که بوده، ناراحتی پیش اومده، دعوای چیزی، کجا بوده، کی بوده، سر چی بوده؟ میشه سانسور کرد؟ ولی آقا مهدی خب آدم زیاد عصبی نیست، واقعا مردم داره به نظر من، تا فردا باید فکر کنه. نه من اصولا سعی کردم واقعا که با همه کنار با میام. همه کنار بیام، دعوا نکردم. منم دعوایی نداشتم واقعا، اصلا تو این چند ساله به هیچ عنوان دعوا نداشتم. و اینکه اگه بخوام بگم من چون یکم عصبی ام، یعنی بحث میکنم. آخرین بار فکر کنم این چشامو عمل کردم 10 روز پیش بود. خانومه من همینطوری سوال میپرسم، بعد انگار من سوال نمیپرسم. من بودم خانم نوبت من کی میشه؟ بعد همینطوری سیستمو نگاه میکرد. و برگشتم مرتضام اینجاست. حالا سلام کن. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. به مرتضی بودم بلند گفتم مرتضی تو صدای منو نمیشنوی؟ گفت چرا میشنم. تو من این خانم چرا جواب منو نمیده؟ بودم من بلند دارم حرف میزنم، باز جواب نداد تا اینکه خط قرمز من اومد. یه آقای 60 ساله اومد سوال پرسید بعد جواب داد. یا اول پس یه خانومو بستم به حرفای مفیدی که لازمش بود که آموزش ببینه که با بزرگتر از خودش و ارباب رجوع درست صحبت. اونجا بحث کردم امر به معروف. و من به نظرم دعوای تا حالا نداشتم تو این چند سالی که به هیچ عنوان. دعوا اصلا خوب نیست. بله واقعا با ادب بودن هنر میخواد، واقعا با ادب بودن هنر میخواد. سوالی که ذهن منو درگیر نکرده اینه که 3 ماه قراره کفش کامل تو پاتون باشه، موقع خواب بیدار شدن این من اومد، یا پا برهنه بریم بیرون؟ کدومو ترجیح میدین آقای امینی؟ پا برهنه باشم بهتر. واقعا سردرد میگه کفش یه روز تو پای آدم سردرد میگه. بی کنار ده بیده برده. ولی من به نظر من پا برهنه رو دوست دارم، ولی عقل میگه که کفش نمیدونم، ولی دوست دارم حداقل کفش رو داشته باشم. پام زخمم شد کفش رو داشته باشم. آقای امینی، چیز پنهونی که دارین و یعنی از چیزی میترسین، فوبیا داره، یا یه چیزی که مثلا و هیچ کسی نمیدونه چی هستیش شده دونون به اون بگیم؟ مثلا من خودم از جن میترسم. نه خب من که از جن نمیتونم. ترس از بلندی بود که اونم بچه ها منو به اصرار بردن ترن دیگه، بدترین ترن سوار شدم دیگه، از اون بعد ترسم هم. تو ترکیه منم واقعا اگه از من الان سوال میپرسین ادامه، منم واقعا ترس از ارتفاع دارم بیش از اندازه. من ترس از ارتفاع آقا مهدی رو میدم، تو هواپیما دیدم چشاشو میبنده. نه من بعضی چیزا رو هیجان داره رو دوست دارم، مثلا ترن رو دوست دارم، خیلی چیزا رو دوست دارم. اصلا الان تازگی ما رفتیم توی شهر بازی، نتونستم اون ارتفاع رو هیچ کدومون نتونستیم بریم، چون به نظرم اعتماد اون دستگاه واسه من 100 نشده بود که برم اون مثلا پاره نشه، بعد به یه بند واقعا وصل بود. ولی من از ارتفاع واقعا خیلی من ترن سوار نشه، من فیلمشو میذارم ببینید. حتما ترسناکه. آقای امینی، بدترین سوتی که جلو دیگران زدی چی بود؟ یه روز رفتم یه مغازه ماشینم پارک کردم، بعد دوباره که برگشتم برم سوار شدم یه خانومه بغلم، نگو یه ماشین دیگه سوار شدم، ترس دیگه فکر کنم مرد. خاطره خیلی خوبی بود. آقای تبریزی شما چی؟ بزرگترین سوتی بله. ما قبلا تو کار کیف و کفش بود، من همه کار کردم، خب والا کار شغل آخرم کیف و کفش بود. تو کار کیف و کفش بودیم، یه بنده خدایی اومد آدیداس رو بخونه. آدیداس بود داره؟ نایک بود. اومد نایک و یه خانواده بودن خیلی محترم، خیلی عزیز، یه چیزی به نظرم بانمکه و میشه گفت خیلی محترم، خیلی تو موجه. و یه خانم بود، یه آقا بود، بچه‌هاش هم سن ما بودن. مادر این خانوار اومد برگشت که اون نایکیه چنده.
نیکی از اونجایی که من بیشور بودم اون نایکه همینطوری هم میگم همینطوری خنده گفتم اون نایکه نیکی چیه بلامسان. به نظر من اونا همینطوری نگاه میکردم. آره دی به امام حسین آخرش چی رفتم رو زمین والله دارم میگم. به نظر آدم خیلی بی‌ادبیم من و اونا هم همینطوری ادامه دادن به خریدم کردن و خودشون زدن به کوچه علیچه. خود من آقای امینی تا حالا پیش اومده براتون که یه صحنه‌ای انقدری احساساتتون رو به وجه بیاری که گریه کنی؟ آره صحنه به چشم بیاد یا چی؟ نه ببینیم مثلا یه صحنه دیدین که مثلا دلتون به رحم اومده برای کسی یا مثلا یه اتفاق بوده. بله یه یعنی از صحنه‌ها زیاده حالا تو مملکت و اینستا زیاده، ولی یه بار دم عید بود حساب کن مردم همه دارن میرن مهمونی، من که رفتم سر خیابون دیدم یه پدره با ایستاده دختره آویزون شده داره سطل آشغالی آشغال جمع میکنه. واقعا واسه من سخت بود. بعد رفتم اونجا که بهشون هم پول دادم بودم لباس موسم واسه شون خریدم. این صحنه بدی بود. ماشاءالله. شما چطور؟ من اینکه گریه کنم آدم احساساتی هستم. آره خیلی که بخوام آخریش واسهتون تعریف کنم، من کلا به خانواده‌ام حساسم که همه حساسم یه چیز مشخصی، ولی خب یادم نمیاد، ولی کلا آدم احساساتی هستم. شاید در ماه 4-5 بارم گریم در بیاد، واقعا در یک ماه آره شاید 4-5 بارم گریه کنم و شاید حالا گریه نکنم، ولی در کل میام آره خیلی آدم احساساتی هستم. از دیدن یه چیزی که به نظر یک آدم معمولی احساساتیه واسه من خیلی احساساتی. آره اون صحنه گریه میکنم زود. آره به خدا بابا این میگم از شعرها خیلی آدمو قضاوت میکنن و فکر میکنن که آدم سرسخت و سفتی هستیم، ولی اینطوری نیست. من که اینطوری اصلا نیستم واقعا. آقای امینی حال به هم زنی حال به حال به هم زن ترین کاری که تا به حال انجام دادی. تا به حل خوابش بیاد آقای مجری. حال به هم زن ترین کاری که تا به حال انجام دادی. خدا بگم این کرونا رو چی کار کنه. سر کرونا ما خیلی کارا کردیم. مجازشو بگو. چی بودون چی میکشن چی خرده بشه. آها بهش میگه انبرنسا. انبرنسا چپ و راست انبرنسا کشیدیم. حال به هم زن. آره دیگه دقیقا حال به هم زن ترین کاری که تا حال انجام دادم. دست تو دماغو که نبودی صبح تا شب دست تو دماغو. به نظر من تو چالش‌های یوتیوب ما خیلی خوب کار حال به هم زن انجام دادیم. یه ترکیبیایی که تو یوتیوب زدیم به نظرم هر کس این کارو نمیکنه و آره دیگه بچه اونایی که حالا ما رو دنبال میکنن دیدن چه چالشایی داشتیم چه مجازاتایی داشتیم. خودم خوردم یه جزء مجازاتا بودم و خوردم. آره 2 سوال آخرمون. تا حالا تو استخر آره چی آره همون دیگه شنا نه دیگه تو استخر که شنا میکنه. یه دفعه وای نیستن یه گوشه مثلا. آره من اصلا کلا از با آب بدم میاد. آره تو نه تو آب آره نه من آره حامد تا صبح آره. من آره شما نه آقا امینی؟ من نه. خب تا حالا تو رخت خوابتون چی تو جا نه صبح دیگه. پاشی ببینید نه؟ اصلا این چه سوالی داریم؟ آقا گفتم باید جواب بدی. من آره خب نه دیگه من آره آره یا نه؟ الان نه من باز بیام چشم یه لحظه ببخش. الان نه ولی خب تایم بچگی من زیادم آخه بچه بودم نمیدونم چرا بچگی رو اصلا ول کن. توی تایمی که مثلا فکر کنم آره 10 سال 12 سال من جیش میکردم تو جام نمیدونم چرا. بعد این منظورت جیش بود. آره دیگه دستشویی آره بچی بود. تو تخت خواب و منظور شنا کردن بود. نه آره من نمیدونم چرا به نظر من سختم میومد پاشم برم دستشویی و همونجا الکی میگفتم خواب دیدم جیش کردم. آره آقای امینی
اگه حق انتخاب داشتین که تو چه کشوری، تو چه منطقه جغرافیایی به دنیا بیاین، اون کشور و منطقه‌ای که با افتخار شما رو میخواست پذیرش کنه کجا بود؟ کشور آرسنال. نظام میفهمه اینجا که تیم فوتباله آیا امینی؟ آها آرسنال؟ تیم دوستش دارم. دولت نمی‌کنی چیزی بگیم؟ نه همون تو همین ایران. ایران؟ من به نظرم اگه حق انتخاب تو به دنیا اومدن رو داشتم و دوست داشتم توی کشوری باشم، به ایران الان خب واقعا غیرتی که به ایران دارم خب واقعا خیلی زیاده. من بدون شک یه کشور دیگه ای به جز ایران بود، با در نظر گرفتن وضعیت الانمون که واقعا سخت زندگی برای جوونا که انشالله درست میشه همه چیز، ولی الان اگه حق انتخاب داشته باشم الان ایرانه. ولی خب اگه به دنیا میخواستم بیام از جوونی مثلا یه شهر یا کشور دیگه ای بود که حالا نمیدونم اصلا. من خودم استرالیا. من دبی. خیلی خوبه برجاش. خیلی گرمه استرالیا. الان که واقعا خب الان من خب چون من کانگورو دوست دارم. من خدمتم رفتم خدمت کردم تو سخت‌ترین جا، من تو مرزبانی بودم، پایان خدمتم دارم، همین الانم میتونم برم، دوست ندارم برم هیچ جا. برای من به نظر من محلم شهرم ایران نمیشه. ولی خب اگه بچه بودم به نظر من حق انتخاب داشتم و از ایران خارج میشدم، دبی یا هر جای دیگه ای بود داره. ولی الان نه، الان میگم میتونم همه جا برم، ولی خب ایرانو دوست دارم. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. باشه آقا مهدی خیلی مخلصم. بابا سر دوام مرسی ما رو تا این لحظه نگاه کردین. امیدوارم که از سوالای مجری ما و جوابهای ما لذت کافی رو برده باشین. کوچیک همتون حامد تبریزی هم ممنون که از کانال من نگاه میکنین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوباره برمیگردیم. یا علی مدد. سوالش چرت و پرت خدا بس. خدافظی هم نکردم. شما اصلا نیاز نیست خدافظی کنید. برو لباس خسته شدید.